معزز خواهرای برادران، جناب رئیس معاونین بزرگوار منشی سیبای عزیز و کلاه بزرگوار افغانستان، گوش کنید که ما برای شما بگویم اصل واقعیت. 5 روز قبل از این حادثه امیر شاخان نایبزاده به بادغیس شیشته که قومایش میای پیشش که ما کارت الکترونیک برخو گرفتیم، تذکره الکترونیکی. بعدش امیر شاخان نایبزاده تذکره رو سعی از سر تذکره سر کارت الکترونیک دار نوشته تاجیک. امیر شاخان نایبزاده میگه که شما این تذکره رو کی برای شما دادن؟ میگه که این تذکره رو با ثبت حوال نفوذ. میگه ثبت حوال نفوذ کنی سر تذکره شما نوشته کرده که تاجیک. گفته ما خود نمیفهمیم، سواد نداره. تذکره های دینار کل گیره جمع اینه میایه به ثبت حوال نفوذ. به ثبت حوال نفوذ میایه بر مدیر ثبت حوال نفوذ یا ایسایه برش میگه که او برادر شما امی مردم امی قوم ما رو میشناسیم، ما میگه 20,000 خانواده هستیم، امین ما میفهمیم که ما خو بر ما تاجیک و پشتون و ازبک هزاره نداره، ولی هویتم امینه که ما پشتون هستم، ما آچکزایی هستم. دواره کار نکنی و این تذکره را میگیری، تذکره را عوض بینی، همه حاصله که هویت ما هستم، هویت ما رو نوشته کنی. بعد امیر شاخان نایبزاده که بیرون میشه میایه که طرف ولایت بیا، جناب آقای امرالله صالح برش زنگ میزنه. نایبزاده صاحب گفت چرا رفتی مامورای ثبت حوال نفوذ اخطار دادی؟ گفتم ما این کارو نکردیم، ما صرف رفتیم گفتیم که امی کارتا رو چرا این رقم توضیح کردی؟ به تذکره اینا خود سواد نداره نمیفهمه. گفته که مگر تو پشتون هستی؟ گفته بله ها من پشتون هستم، آچکزایی. گفته چرا فارسی گپ میزنی؟ گفته که فارسی، من کسی که فارسی گپ زن پشتون یا تاجیک که پشتو گپ بزنه این مشکل دی چی هست؟ گفته مقصد ما برات گفته بد میبینی. گفته جناب معاون صاحب ما هویت خور من نمیتونه هویت خور تغییر بدیم، هویت من اینه که من پشتون آچکزایی هستم. گفته ما برات گفتم بد میبینی. بعد از این 5 روز هم این حادثه میشه. ما همین نزاکت مراحت کرده بودیم، خواستیم که این مسائل دامن نزنیم، این مسائل گپ نزنیم، اما این افراد دیگه در خانه هست. خانم امیر شاخان خوار مادر ما مریض است، دختری مریض است، بچیش مریض است، مادر پیرزال داره مریض است. به لیاز خدای چه رقم وکیلا هستیم ما و شما؟ اصل قضایا هم امی هست و امیر شاخان نایبزاده هم صدا بر میشنوه، کلگی وکیلای بادغیس میشنوه. اصل جریانی رقم بوده. ما که قبلا 6 ماه جلوتر گفته بودم که جناب رئیس جمهور 4 معاون داره، از این حالا بر خود کمپین ریاست جمهوری آینده مینه. از اینجا طالبا آماده بیش گوش ما، از اینجا مال نمیفهمه که حال ما مبارزه خیلی طالبا بکنیم، مبارزه خیلی ایران بکنیم، مبارزه خیلی پاکستان بکنیم. اگه ما این بیش گوش ما قده سرطان دیگه بالا آماده. جناب رئیس آقای رحمانی مشکل حل کنین، اگر نه فردا وکیلا تصمیم دارن کلگی بیای در خانه نایبزاده همونجا بیشینه، یا خور همونجا ما به کشتن بدیم، یا می مردم ها از اینا خواهش کنه که بری از در خانه اینا. اگر نایبزاده مشکل قانونی داره، نایبزاده رو میاله بگوی ریاست عمومی امنیت ملی روان مینیم، به سارنولی روان مینیم، به جرایم سنگین روان مینیم، هر جایی که قانون میگه ما می روان مینیم. خوب سربازای خود در ولیات خدا او نداره، نان نداره، زن بچه مردم ما هم کلگی بی مسئولیت. 6